جلاد الرواه. تسجيلات جلاد الرواه تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. روش مکارانه طاغوت صفتان همچون سنتی الهی برای همیشه باقی ماند، سنتی که خداوند مؤمنان و مدعیان ایمان را با آن آزمایش خواهد. آقایون وهابی ها که توحیدشون رو از غیر معصوم گرفتن، اینا به این خزعبلات و مزخرفات دچار. اینها نبودن چیزی به نام دین اسلام برادر خواهر من امروز وجود نداشت. دین میشد دین وهابیت، دین میشد اون دینی که دیگه صحیح بخاری و صحیح مسلم و ابو هریره میگن. محبت به علی، حسن و حسین با عایشه چطور جمع میشه؟ این مطلبی اینجوری شما بگم ایرانی ها عادت دارن به اصحاب پیغمبر لعن میکنن و میگن همه منافق شدن، همه مرتد شدن الا سلمان و ابوبکر. این کلمات این ضد قرآن. بعضی از دوستان اهل سنت هستن مثل شیعه است، این فهم خودش فکر می‌کنه سنی تمام خصلت‌های مذهب شیعه رو داره، همین کفایت میکنه، همین کفایت، ما بیشتر از این نمیخوایم. در طول تاریخ هرگاه طاغوت صفتان خود را در برابر دعوت پیامبران ناتوان می‌دیدند، شعارسازی و دروغ پردازی در قاموس مکر و حیله هایشان نمود پیدا می‌کرد. شعارهایی براق و فریبنده و آمیخته با دروغ تا بلکه از نشر دعوت پیامبران جلوگیری کنند. روش مکارانه طاغوت صفتان همچون سنتی الهی برای همیشه باقی ماند، سنتی که خداوند مؤمنان و مدعیان ایمان را با آن آزمایش خواهد کرد. و در اینجا من لازم می‌دانم یه نکته‌ای عرض کنم و نصیحت کنم به جمعی از وهابیین افراطی. وهابیت کلمه جدیدی است که امروزه در رسانه‌های تبلیغاتی داخل ایران نمود گسترده‌ای پیدا کرده است. بگونه ای که رسانه‌ها برای تخریب آنچه که وهابیت مینامند هزینه‌های هنگفتی را اختصاص داده‌اند و سعی بر این دارند که مخاطبان خود را با چهره‌های جدیدی آشنا کنند.
چهره‌هایی که با گفته‌های خود مخاطبانشان را با واژه‌ای به نام وهابیت آشنا می‌کنند و آنها را از پیوستن به این مذهب برحذر می‌دارند. اما واقعیت این واژه چیست؟ ما رهایی نداریم مگر اینکه وهابیت رو به چالش بکشیم و سعی کنیم که در تنگنای فکری قرار بدیم. آقایون وهابی ها که توحیدشون رو از غیر معصوم گرفتن، اینا به این خزعبلات و مزخرفات دچار شدن. خدای به حق امام زمان ریشه وهابیت رو بکن. شما اگر در این چنین جلساتی صدها جلسه 500 جلسه هم بنشینید، تا با یک برادر سنی یا با یک وهابی برخورد نکنید، دو به دو به قول شاخ به شاخ نشید، دلیل شما بگید، دلیل شما را رد کنه، شما را خلع صلاح کنه و اونجا به قول حاج واج بمانید، بعد برید دست پا کنید دلیل براش بیارید، اون ارزش پیدا میکنه برای شما. از تقریبا تو حوزه علمیه وهابیت تو یمن و تو عربستان تقریبا نزدیک 16 سال خوندم، از سال اول تا سال آخر مثلا، چون از 6 سالگی وارد حوزه علمی وهابیت تا اینکه فارغ التحصیل شدیم تو معهد. آیا سخنان این گونه افرادی را می توان باور کرد؟ شما بعد از اینکه شیعه شدید رفت اومدن کردید به عربستان یا به یمن؟ یعنی به صورت غیر یکی کمی که خب رفت اومدتون به عربستان یا یمن بوده نبوده چجوری بوده؟ من الان تقریبا یک بار رفتم ولی الان تقریبا 10 سال نرفتم داره. کل 10 سال نرفتم؟ نه که رهبر وهابیان در یمن بودم. برمیگردی هم مشکل نداریم؟ یعنی مشکل نیست اصلا، میتونیم برگردیم، بالاخره خدا هست. برمیگردی هم مشکل نداریم؟ یعنی مشکل نیست اصلا، میتونیم برگردیم، بالاخره خدا هست. من یه سوالی دارم آقای دکتر. شما اهل یمن بودید؟ نه. درسته؟ همزا رفت آمد داره دیگه. همزا رفت آمد داره دیگه. همزا رفت آمد داره دیگه. شما تا 10 سال پیش وهابی بودین درسته؟ بله. من سوالی از شما دارم. مع الأخ عصام. يا أخي عصام، أنت لما كنت في اليمن قبل ما تمشي لقم، هل ولدت في عائلة زيدية ولا شافعية؟ أنا ولدت في عائلة وهابية. لا لحظة بس. الشيخ محمد بن عبد الوهاب. اسمعني بس. أقول لك حاجة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يا عصام لحظة. يا عصام أنا عندي. يا عصام دقيقة. يا عصام اسمعني. يا عصام الله يخليك. يا عصام الله يخليك جاوبني على السؤال. بوضوح بسرعة ما نضيع وقت. هل ولدت في عائلة زيدية أم في عائلة سنية؟ هذا السؤال يجب أن توجهه للنبي. أقول لك ليش؟ لأنك أنت كذبت علي الآن إلا أن تصحح هذا. كذبت علي وعلى التوانسة وعلى المصريين لما قلت إنك كنت في البيئة السلفية وانتقلت منها للتشيع، وأنا المعلومات اللي عندي عليك أنك أنت كنت زيدي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله. يا أخي الدكتور عصام العماد، تفضل. عيدكم مبارك أول شيء. أسعد الله أيامكم إن شاء الله وعيدكم مبارك إن شاء الله. يا أخي الأخ عصام العماد يقول هو وهابي وهو زيدي وليس وهابي. طيب هاي المعلومة منين عندك هاي أخ عبد الله صالح؟ أنا لا أعرف، أنا أصلي من اليمن، أنا غماري يعني. أنا من بيت الكاشي ومن فرع أبو القاسم الرسي من الحسن بن علي. جميل. طيب أنا إن شاء الله هذا السؤال لأنه لا يرتبط بالبرنامج، ولكن سأنقله إلى فضيلة الدكتور مرة أخرى. كبيرة. اشتغلت معنا يمين وشمال في الحديث، والله أنصحك يا عصام، أنصحك إذا تحب نهج الإمام علي إلزم الصدق.
أنا أكلمك عن هذا الرجل، فإن أكثر ما اشتهر به صدقه وعدله وحكمه بالحق ولو على نفسه، وذاك الذي جعل له محبة في قلوب الناس إلى يوم القيامة. من می‌نویسم مثلا تقدیم میکنم به شما که بهتر اصلا شد. خودتون بخونید می‌نویسن ها. خلاص بعداً اینها تقدیم کنیم بعد از جلسه. OS بله. امام بله. OS امام @ahsanyahoo.com. اماد OS امام OS امام @ahsanyahoo.com. بعداً ممکن مثلا انشاءالله بعد از 2 روز مثلا سایت الان تقریبا مشکل داره در حال اصلاح، مثلا 2 روز مثلا سایت الان تقریبا مشکل داره در حال اصلاح مثلا. هر کس در سخنان رواج دهندگان این شعار دقت کند به این حقیقت خواهد رسید که منظور از این مذهب که با نام وهابیت معرفی می شود مذهبی جز مذهب اهل سنت نیست. امشب را از آقای دکتر درخواست کردیم که راجع به مباحث تبلیغی بحث شیعه و سنی و بحث عامه و بحث وهابیت یه مقداری صحبت بکنیم. ببینید متاسفانه اهل تسنن در این مسئله با وهابیت یکی هستند. اینا به گونه‌ای که از جلسات و سخنان آنان به خوبی این فکرشون نمایان است. چی بود مدرکش؟ رشته تحصیلی رشته حدیث هست، حدیث شناسی بر اساس مبانی اهل تسنن با وهابیت، بر اساس مبانی اهل تسنن با وهابیت. در برخوردمون با اهل سنت یا با یک وهابی، با اهل سنت یا با یک وهابی نهایت ادب را که نشانگر تربیت ما در مکتب اهل بیت باید نشان بدیم. بعدم من البته به این کتاب شیعه نشدم ولی فهمیدم بطلان اعتقادات وهابی ها و سنی ها ارتباطش اینجاست که اگر کسی توحیدش رو از معصوم نگیره به انحراف کشیده میشه سنی، میشه وهابی، به انحراف کشیده میشه سنی، میشه وهابی. ممکنه یه نفر سنی زده هست ولی سنی شده نمیشه اصلا. ممکنه یه نفر وهابی زده هست ولی وهابی شده که میاد بعداً به امام علی به عنوان ما میگفتیم علی به انگشت عمر نمیرسه. یک نفر شیعه امام علی شناخته ممکنه این حرف میزنه. یک نفر که عمر شناخته ممکنه عمر به عنوان یک شخصیت مقدس میدونه. اگر اینها نبودن چیزی به نام دین اسلام برادر خواهر من امروز وجود نداشت. دین میشد دین وهابیت، دین میشد اون دینی که دیگه صحیح بخاری و صحیح مسلم و ابو هریره میگن، دین میشد دین وهابیت، دین میشد اون دینی که دیگه صحیح بخاری و صحیح مسلم و ابو هریره میگن. حالا توحید وهابی رو که از غیر معصوم لا اله الا الله شو گرفته براتون یه مقداری از اعتقادات توحیدشون براتون میگن. این توحید سنیه، این توحید وهابیه، این توحید سنیه، این توحید وهابیه. به آخوند شیعه آدم توهین بکنه به خاطر اینکه سنی بعدش میاد، بعد پدر و مادر هرچی سنی لعنت. ما بعدم متوجه شدیم که واقعا مذهب سنی و مذهب وهابی از یک لحاظ یک پدیده عموی هست، پدیده آسمانی نیست. یک چیزی که یک جریانی که بعد از انقلاب یا بعد از شورشیان سقیفه
واقعا این جریان اومده و یک مذهب هیچ ارتباط به خدا و هیچ رنگ خدایی نداره، بلکه رنگ عمری و رنگ بکری و رنگ یزیدی داشته. تا زندم میگم هرچی سنی حرومزادن. من اینجا مطرح کردم، نگفتم اهل تسنن، هرچی من معتقدم اهل تسنن به امام علی ظلم کردن، ولی اینجا گفتم تو جلسه وهابیت به امام علی ظلم کردن. یعنی این اصلا ناراحت گفتم اصلا اگر واقعا یک مسئله هم خیلی مهمه. من افتخار میکنم، من واقعا نه تنها فقط اگر بابی اصلا نبودم افتخار نمیکنم، حتی اگر سنی بودم برای من تسنن و وهابیت افتخار نیست. حتی اگر سنی بودم برای من تسنن و وهابیت افتخار نیست. برای من تسنن و وهابیت افتخار نیست. حتی از این سخنان فراتر رفته و علنا خطر اهل سنت را بالاتر از خطر وهابیت برشمرده اند تا اینگونه اثبات کنند که منظور اساسی آنان از این جلسات و سخنرانی ها چیزی جز توهین به عقاید اهل سنت نیست و نخواهد بود. ولی اون چیزی که خیلی مهم میشود من در جلسه آینده مفصل در این زمینه بحث بکنیم، عبارت از بعضی از نظریه پردازانی که یا مرغوب غرب یا مرغوب بعضی از تشکیلات اهل سنت قرار گرفتن، با اونها نشسته برخاست داشتن، حالت سنی زدگی پیدا کردن، در بعضی از روزنامه ها، مجلات، غیره مطالبی مطرح میکنن. به نظر من خطر اینها به مراتب از خطر وهابیت بیشتر. خطر اینها به مراتب از خطر وهابیت بیشتر. حالا هر جو دلت میخواد بخون، مشکلی نیست. وقت نکردی جدا بکن. با هم خوندی دلت چرکین نباشه که، چون بعضی وقتی مکه میرن سنی زده میشن و برمیگردن. خیلی ببینی خودتو نگردن، خودتو حفظ. وقتی یک آقای رسما میاد تو مصاحبهش اعلام میکند که ما باید به فکر تثبیت مشروعیت خلافت شیخین باشیم، خلافت منصوص علی به وحدت میان شیعه و سنی ضربه میزند، این بالاترین خطره. وقتی میاد میگه پناه میبریم به خدای عالم شیطان با بعضیا چی کار میکنه، و من قاطعانه میگم و کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات الله. در روایاتی که علی پیغمبر درباره علی آورده بود ابهام داشت، آقای عمر هم گفت ابهام داره. اگر این هست که بس ما بساطمون جمع کنیم، چی ما داریم این همه بحث و تشکیلات داریم؟ بعضی از مطالب رو در داخل کشور، در داخل بعضی از مجلاتی که با بیت المال و با سهم امام علیه السلام اینها چاپ و منتشر میشه، اینها فاجعه است. خطر اینها به مراتب از حرفهای ابن تیمیه، احسان الهی ظهیر، دکتر بخاری و امثال او بیشتره. زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم کسانی بودند که زندگی خود را فدای اسلام کردند. خداوند نیز صدق و پاکدامنی آنان را تایید نمود و لقب بزرگ مادران مؤمنان را به آنان عطا فرمود. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. لقب مادران مؤمنان برای همیشه نشانه‌ای بر ایمان حقیقی زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم باقی ماند. عایشه ام المؤمنینشون خب چند سال زن پیغمبر بوده؟ 20 سال، 10 سال، 5 سال، 2 سال، 1 سال. توهین به زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم زیر شعار وهابیت و در جلسات نقد مذهب ساختگی وهابیت و از طرف کسانی که ادعای مبارزه با وهابیت را دارند
نشانه واضحی است بر فریبکاری هایی که در زیر این شعار دروغین نهفته است. ببینید واقعا مشکل اساسی وهابیت و کلاً برخی مذاهب اهل تسنن هم هست. مقام رسول اکرم چون در مسئله ابتدای و احادیث از عایشه نقل کردن و پیامبر شناسی عایشه که باعث شده که سنی ها وهابیت اسبند رسول اکرم نشناختن، پیامبر شناسی عایشه که باعث شده که سنی ها وهابیت اسبند رسول اکرم نشناختن. خیلی ممنون و خیلی سپاسگزار از آقای دکتر. محبت به علی، حسن و حسین با عایشه چطور جمع میشه؟ امروز سرمایه دارای جامعه ما دختراشون کنیز زهران یا کنیز عایشه. امروز دخترای سرمایه دار جامعه ما کنیز کیان؟ شاگرد کیان؟ شاگرد فاطمه‌اند؟ شاگرد زینبن؟ یا وقتی بابات مالدار شد، باغدار شد، ثروتمند شد، پولدار شد، دور همه چیز باید خط بکشید چه خبره بابات مال داره؟ عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم کسانی بودند که مال و جان خود را فدای اسلام کردند، کسانی که دین اسلام را همان گونه که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده بود یاد گرفتند و عملی کردند. همین اصحاب فداکار و شاگردانشان بودند که اسلام حقیقی را از شرق تا غرب انتشار دادند و جان بر کف در طلب رضایت خداوند بودند و در این راه ثابت قدم و استوار ماندند. این گونه بود که خداوند آیاتی قرآنی را برای تأیید آنچه در دلهایشان از صدق و اخلاص بود نازل کرد و رضایت خود را از آنان برای همیشه اعلام نمود. آیاتی حاکی از بشارتی الهی که خلف وعده نخواهد داشت. بدین ترتیب عدالت اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم مفهومی برگرفته از قرآن و سنت است. عدالت صحابه که همه گیرم هم آدم مگه شدنیه؟ در واقع این مسئله مشترک هست، یعنی درسته که ویژگی‌های مخصوص وهابیت داره، ولی از جمله مشترکات وهابیت و تسنن این مسئله بود، مسئله عدالت صحابه هست. قرار دادن عدالت صحابه زیر شعار وهابیت و سپس مبارزه با عدالت صحابه به بهانه وهابی بودن این مفهوم حکایت از تفکر شومی دارد که سازندگان این شعار در اذهان خود پرورانده‌اند. حقیقتی که در یک جمله میتوان آن را مختصر کرد و آن اینکه وهابیت شعاری است برای مخالفت با قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. نظریه دوم نظریه اهل سنت است، وهابیت است که وهابیان میگن تمام اصحاب رسول خدا عادل، با تقوا، اهل بهشت. اگر من قبل از اینکه این سوال رو مطرح کنم خواهم بود بدون یه اصل کلی و اساسی و مهمی هست در کل جامعه اهل سنت و وهابیت به نام عدالت صحابه. در کل جامعه اهل سنت و وهابیت به نام عدالت صحابه.
اعتقاد مجموع اهل سنت و فرقه هاشون در این هست که جمیع صحابه پیغمبر اکرم عدالت دارن و بزرگترین علمای کلام اهل سنت که مهمترین کتب کلام و شخصیت‌های کلامشون شرح مواقف، شرح مقاصد، شرح عقیده نسبیه است، شرح عقیده طحاویه است. اینا از امهات کتب کلام اهل سنت هست. اونا معتقدند که چی؟ که هر کسی نسبت به صحابه پیغمبر اکرم هر کدام از صحابه ها فرقی نمی‌کنه، بد بگن، بغضشون رو داشته باشن، بی‌حرمتی بکنن، ما نسبت به اونها بغض که نداریم. یعنی هیچ کس حق نداره صحابه پیغمبر رو بد بگه، بی‌حرمتی کنه و توهین کنه، که اگه این کار رو کنه ما جامعه اهل سنت اونا اعتقادشون ها ما رو ترک می‌کنیم. اصلا ما بغض کینه داریم اگر کسی بغض کینه صحابه داشته باشه. این ایمان یکی از مهمترین اصول جامعه اهل سنت است. و اون وقت سیاه روی شود اون که در او غش باشد. اون بدبختایی که 1400 ساله میگن اولوالامر ما 4 تا بوده، ابوبکر، عمر، عثمان، علی قرار بگیرن. کلا اهل سنت چیز رو به عنوان یک اصل اصلی و مسلم بهش معتقدن به نام عدالت صحابه. یعنی معتقدن که همه صحابه پیغمبر همشون عدالت دارن. یه جمله هم درباره خلیفه دوم بگم، چون بعضی از استادای دانشگاه سر کلاس خیلی ارادت به این بزرگوار دارن که امیدوارم انشالله با همون بزرگوار مشهور بشه. اونا که سنگ این بزرگوار رو به سینه میزنن، انشالله هر کی دوست داره و چونه هر کی میزنه و از هر کی حمایت میکنه با همون مشهور بشه انشالله. یعنی معمولا ما وقتی که شیعه شدیم هم برنامه تلویزیونی داریم، کتاب می نویسیم، مقاله می نویسیم، در براءت از شیخین کتاب می نویسیم، چی برسه به وقتی که شیعه میشیم مثلا دیگران هم توسط ما شیعه میشن. اسما زن خوبی بود. در زمان شوهرش ابی بکرم رابطه داشت با حضرت زهرا، حتی در مراسم تغسیل بیبی هم حضور داشت. خودش خوب بود، عین آسیه. خودش خوب بود، شوهرش فرعون. یه رفیق خوبی داریم گفتش که اونجا یقه من رو گفتن شما به خلفا لعن میکنید یا نمیکنید؟ ما یه بحث منطقی برای لعن داریم. اگر امروز رسیدم میگم، نرسیدم نمیدونم، طلبتون. گفته بود لعن میکنید یا نمیکنید خلفا رو شما شیعه؟ گفته بود نگاه کن تو بیا ایران من جوابت بدم. اینجا برو میگیری، اینجا گوش نمیدی. گفته تو بیا ایران من جوابت بدم. یه مطلبی هم به شما بگم، ایرانی ها عادت دارن به اصحاب پیغمبر لعن میکنن و میگن همه منافق شدن، همه مرتد شدن الا سلمان و ابوبکر. این کلمات این ضد قرآن. اصحاب پیغمبر 30,000 قشون رفته فداکاری کرده، در جنگ احد 750 نفر یاری پیغمبر کردن و همه زخم خوردن. علی بن ابی طالب علیه السلام 80 یا 90 زخم، عمر 21 زخم و تمام توابق نوشت. شماها یه زخم شهادت، زخم شمشیر آقا جان، شوخی حلوانی، زخم شمشیر 21 شمشیر خورده عمر در جنگ احد ایستادگی کرد. خب اصحاب پیغمبر اینا که خدا اینا رو که بیعت کردن با پیغمبر 4,000 نفر همه رو میگه رضی الله عنهم و اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما و اولئک هم المؤمنون حقا. خدا میگه مؤمن حقیقی اینا، خدا از اینا راضیه و اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. اجر عظیم خدا پاداش بزرگ رو برای اینا، برای اصحاب پیغمبر که فدایی کردن. خدا برای این خدا این حرفا رو برای اصحاب مهاجرین و انصار زده و خدا اینا رو میشناسه که گفته. خدا اشتباه نکرده، خدا بنده شناسه، عاقبت بنده هاشو میشناسه که تعریف کرده. حالا شما لعن میکنی ضد قرآن، ضد قول خدا. یکی از بحث‌های خیلی داغ که امروزه بعضیا مبتلا بهش هستن بحث لعنه.
میگن که اونا به ما میگن شما بعضی از صحابه رو خلفا رو لعن میکنید، اینجا یا نه لعن میکنید، در حالی که اینا عشره مبشرات بالجنن. یه حدیثی رو نقل میکنن از پیغمبر که 10 نفر بشارت به بهشت داده شدن. 10 نفر، در اون 10 نفر علی هست، ابوبکر هست، عمر هم هست. میگن 10 نفری که پیغمبر بشارت به بهشت داده شما نباید لعن کنید. یزید، معاویه، ابوبکر، عمر، این همه اینها شخصیت های ملعون معرفی کنند، این همه اینها شخصیت های ملعون معرفی کنند به عنوان 12 امام. جناب عمر تو برای میشه من نگاه کردی؟ لعنت الله رو یادت نره؟ خدا بیامرزه با من میگفت، با من میگفت هر کی اسم اینا رو بشنوه و لعن نفرسته الهی نمک علی که میخوره حرومش بشه. ضد قول خدا کسانی که اصحاب مهاجرین انصار را لعن میکنن و میگن اینا مرتد شدن، اینها ضد قرآن میگن. نمیشه بگیم خدا نفهمید، شیعه های ایران فهمیدن. میشه عدالت صحابه که همه گیرم هم مگه شدنیه؟ آیاتی که راجع به منافقین نازل شد برای کی نازل شد؟ مگه همونایی نبودن جز همون 120 نفری که پیغمبر دیده بودند؟ منافقا مگه جز همونا نبودن؟ میگن آخه منافق بودن. بله منافق بودن، اما کی منافق بود؟ اونی که جنگ میرفت منافق نبود، اونی که در مدینه میمون تنبلی میکرد منافق بود. کیه؟ بشتون نه مهاجرین نه انصار. اونایی که تنبلی کردن و اونایی که منافق آمدن، اینها نشانهاشون در قرآن گفته. کیه؟ عفالله عنک لما اذنت لهم. خدا پیغمبر میگه خدا عفو کنه، بد کنه، خدا عفو کنه. لما اذنت لهم، چرا اونایی دا اذن داری که به جنگ نیان؟ یه در منافقین بودن، در 15 نفر که اجازه گرفتن به جنگ نیان. این در 15 نفر منافقن. عبدالله ابن ابی یا اصحابش اینا منافقن. بله. نشانهاشون در قرآن گفته. ما اصلا میگفتن که یخرجن الاعز من الازل، میگفتن ما عزیزیم در مدینه و محمد اصحابش ذلیلن و ما اینا رو بیرون میکنیم. این درست. یک عده مخصوص نشاندار که خدا نشانهاشون در قرآن گفته اینا منافقن. این رفت به اصحاب مهاجرین انصار نداره. گفتم خب بیایم، مهم نیست وجود خارجیشم، ببینیم دستان اینها خوندم، دیدم اصلا چی شده چین. واقعا من شخصیت عمر، زندگی عمر خوندم و واقعا عاشق عمر شدم. یک نفر که عمر شناخته ممکنه عمر به عنوان یک شخصیت مقدس میدونه؟ ممکنه اصلا، چون فهمیدیم اشتباه کردیم. این شخصی که برایش یک قدسیت بزرگ ایجاد کردند، این عمر رو که برایش یک ابهت بزرگ ایجاد کردن، این یک مسئله شکلی وهمی و خیالی است و مانند شخصیت های دیگر که اگر واقعیت اینها بررسی کنیم میبینیم اینها آدم های درست نیستند. میگیم شخصیت خلیفه یک شخصیت رسانی هست، ولی از لحاظ واقعی و از لحاظ علمی و موضوعی و بررسی کنیم میبینیم اصلا واقعیت خارجی نداشتند. عمر لعنت الله علیه دید ابوبکر لعنت الله علیه. پس کسانی که بدانید کسانی که مهاجر و انصار رو فوش میدن یا لعن میکنن یا بالای منبران میگن اینا مرتد شدن، اینها تمام به قرآن بیعقیدن. چرا؟ بیا قرآن خدا تضمین کرده بهشت را برای مهاجرین و انصار. با وجود شخصیت های مثل خلفای سیگان و غیره، اسلام تبدیل میشه مثل به تعبیر خودش مانند معادلات شیمی و کیمی، یعنی یک جنبه خشک هست، هیچ جنبه معنوی و عشق و روحانی و جنبه عطوفت نداشته باشد.
عظيما. ابوبکر و عمر و عثمان بر مسیر خلافت نشوندید، مسیر امامت منحرف کردید، میلیارد مسلمون اینجوری منحرف و در ظلمت و کفر و ظلم و شرک و بت پرستی بشر. مگه توبه چطور؟ مگه توبه داره اینا؟ خدا قول داده، از اینا راضی شده، از اینا تعریف کرده. در سوره انفال میگه ان الذین آمنوا، ان الذین آمنوا ایمان آوردن، یه کار کردن و هاجروا و هجرت کردن. هجرت کردن منافقن. اونها خانه هاشون از مملکت کفر ول کردن، خانه زندگیشون رو هاجروا، هجرت کردن آمدن مدینه. اینا منافقن. برای چی؟ یا چه دخلی داشتن برایشون؟ خانه و زندگیش که مثلا فرض مثال میزنم 100,000 تومان خانه و زندگیش رو در مکه ول کرده آمده مدینه. منافقی هم چه یعنی داره تمدن میگن مسلمان هم که از بیت المال 3 تومان بهش بدن. میشه کسی خونه رو در مکه 100,000 تومان ول کنه بیاد منافق بشه برای 3 تومان میشه این بوغه. پس اینهایی که مهاجر بودن یک نفرشون منافق نیست. منافقین کسانی هستن که به جنگ هاجر نشدن، اسمشون هم هست. کسانی هستن که نقشه می‌کشیدن پیغمبر رو بیرون کنن. کسانی هستن که در مقابل مسجد پیغمبر مسجد ساختن، اسمشون هم هست. اینهایی که هجرت کردن، جان دادن، مال دادن. خدا میگه ان الذین آمنوا و هاجروا، هجرت کردن و جاهدوا باموالهم و انفسهم والذین آمنوا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. میگه مؤمن حقیقی اینا مرتد شدن. پس خدا رو نعوذ بالله خدا ناشیه، خدا جاهره. میگه خدا گفته اینا مؤمن حقیقیه و اینا مؤمن قلابی در واقع میشه. کسی که در رکاب پیغمبر بره مال بده، جان بده، هجرت بکنه، جنگ بکنه، زخمی بکنه، آخر میشه منافق. باید بدانیم طبقه حاکم بر ایران که رسانه ها را در انحصار خود دارند همان رافضیانی هستند که حقد و کینه‌شان نسبت به مسلمانان در صفحات تاریخ ثبت شده است. و امت اسلامی خیانت‌های آنان را نسبت به اسلام و مسلمین از یاد نبرده است. اینان همان رافضیان دیروزند که این بار شعار مبارزه با وهابیت را به میدان آوردند. بی خبر سلفی و وهابی و تلاش می‌کنند زیر این شعار مسلمانان را از راه نورانی قرآن و سنت دور سازند. رسول الله ربنا و بالاسلام احیانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله اعوانا تجمعنا بنور هداه اخوانا وخلا. آری می‌خواهند آنان را از راه نورانی قرآن و سنت دور سازند و در تاریکی‌های شرک و خرافات گرفتار نمایند. فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي
فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرسى العدالة والإخاء من أسمع دور ساختن مسلمانان از قرآن و سنت همان نقشه شومی است که آنان بدون ترس و واهمه در محافلشان به آن اقرار می‌کنند. من فکر می‌کنم از اون نامه تاریخی به گورباچوف میتونیم این راهبرد رو انتخاب بکنیم و پیدا بکنیم. جوون سنی هم اتاق شماست، هم بحث شماست. از نظر فرهنگی بیاد یکسانسازی بکنید تو مشترکات. نوشتن که سلام، من میخوام یه سنی شیعش کنم، چیکارش کنم؟ بعضی از دوستان اهل سنت هستن اصلا شیعه است، این خودش فکر میکنه سنی، تمام خصلت‌های مذهب شیعه رو داره، همین کفایت میکنه، ما بیشتر از این نمیخوایم. تو چه غلطی کردی چند تا سنی رو تونستی شیعه کنی؟ من با همین زبان تیزم 13 تا سنی رو شیعه کردم با اجازت. 13 تا. یکی دیگه هم هست داریم روش کار میکنیم، ان شاءالله 14 تا به نیت 14 هم هست. باید این حکومت جنایتکار و مجرم رافضی را به مسلمانان شناسان و نقاب‌های فریبنده را از چهره حقیقیش برداشت. ای مسلمانان، شعارهایی که این حکومت با نام وحدت شیعه و سنی و تقریب مذاهب سر می‌دهد، شعارهایی پوچ و دروغینند برای پنهان کردن جنایت‌هایشان. ما الان همه چیزو اینجا به راحتی ما داریم انجام میدیم. ما تمام مسائل فرهنگیمون، مذهبیمون، شما الان دیدید جشنهامون، مدارسمون، تعطیلاتمون، همه چیز رو در کمال آزادی داریم. ما بعدم متوجه شدیم که واقعا مذهب سنی و مذهب وهابی از یک لحاظ یک پدیده عموی هست، پدیده آسمانی نیست و یک مذهب هیچ ارتباط به خدا و هیچ رنگ خدایی نداره. علیه تو خونه کردید، ابوبکر و عمر و عثمان بر مسیر خلافت نشوندید، مسیر امامت منحرف کردید، میلیارد مسلمون اینجوری منحرف و در ظلمت و کفر و ظلم و شرک و بت پرستی بشر. توبه چه توبه؟ عمر لعنت الله علیه. دید ابوبکر لعنت الله علیه
و می‌بینیم که چگونه به اسم مبارزه با وهابیت با مفاهیم قرآنی بدون هیچ ترس و واهمه‌ای مبارزه می‌کنند. این همان حکومتی است که خود را مدافع اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم معرفی می‌کند تا با این ادعای دروغین مردم را به بردگی کشیده و با نام خمس و صیغه از مال و ناموس آنان در جهت منافع خود سود برد. اما این ظلم و ستمها برای همیشه دوام نخواهد داشت و این حکومت نیز همچون طاغوتیان دیگر در زباله‌دان‌های تاریخ دفن خواهد شد. پس آگاه باشید و فریب شعارهای شیطان صفتانه رافضیان را نخورید. راه نورانی قرآن و سنت را در پیش گیرید و از بردگی برای شیاطین انس و جن خود را برهانید.